جان سلام. آقا هر روز که میگذره شاخ به شاخ شدن کوسه با علی گدا هم خطری تر و به قول معروف خفن‌تر میشه. یعنی دیگه کار از مشت و لگد و این حرفا گذشته، دو طرف ساتور برداشتن و افتادن به جون هم. اول از علی گدا شروع میکنیم که پریروز همچی بی امامه رفت تو شکم رفیق 50 سالش یعنی اکبر کوسه. از بعد از رحلت امام سعی یک مجموعه مصممی بر این شد که به کل آرمان‌های انقلاب رو بشورن بذارن کنار. اشتباه کردن، بعضیشون همون اول همین رو اعلان هم کردن. تو روزنامه مقاله نوشتن، حرف زدن، مقاله نوشتن. اینجا یک خطای راهبردی کردن یا خطای تاکتیکی کردن، مشت خودشون رو باز کردن که میخوان آرمانها رو به کل کنار بذارن. ولی فقی نگو، سماور روسی بگو. این بار هم اکبر کوسه رو برده زیر بخیه، هم مجموعه مصممشو. جرمی هم که واسه باند مقابل دست و پا کرده کم جرمی نیست. میگه میخوان کل آرمانای امامو بشورن بذارن کنار. منظورش از کل آرمانای امامم حتما امامه خود ولی فقیه که این روزا دارن تو پاتیل زهر میشورنش. خب بگو ببینم این مجموعه مصمم کوسه نشان حالا داره چی کار میکنه؟ البته حالا پخته تر شدن، حالا نمیگن، میخوان بعضی ها آرمان ها رو کنار بذارن اما صریح نمیگن، به جایی که بگن عمل میکنن. از اون روز شروع شده، بیوقفه هم کار کردن، فقط هم در داخل کار نکردن، هم در داخل کار کردن، هم در خارج کار کردن، هم از عنصر فکری استفاده کردن، هم از عنصر علمی استفاده کردن، هم از عنصر هنری استفاده کردن، هم از عنصر سیاسی استفاده کردن برای اینکه آرمان‌ها رو در کشور از بین ببرن. خب تو که تا اینجا اومدی یه دفعه اسم دولت تدبیر و امید شیخ فری رو هم میبردی خلاصمون میکردی دیگه. راستی به غیر از شیخ فری و دار دستش کیه که الان میتونه هم تو داخل هم تو خارج هم اینور هم اونور عمل کنه؟ بابا علی گدا بعد جوری از رو بستی، یعنی از همین حالا دوره پسا مذاکرات رو شروع کردی، یعنی داری استارت ساتوری کردن کوسه رو میزنی ها؟ خب اگه تو اینو بگی دیگه تکلیف کیان شریعت نداری روشنه دیگه. 6-7 سال است عده‌ای هر روز یک دوره تسبیح به هاشمی فحش میدهند. بدهند مهم نیست، مهم آن است که علمای بزرگی که با جماعت عصبانی همراه میشوند و قطعاً عده و توانشان بسیار بالاست چرا جمع نشدند و نمیشوند تا بروند پیش هاشمی و با او حرف بزنند و انتقادهایشان را نه از روی منبر فلان مسجد یا بلندگوی بهمان خبرگزاری که رو در رو بگویند، یا قانع شوند یا قانعش کنند و در هر حال نگذارند حرمت روحانیت از بین برود. میگه بابا فوش و بد و بیرا و این حرفا چاره کار نیست، باید بریم شیخ اکبر رو از منبر بکشیم پایین، باید بزنیم درست حسابی شل و پلش کنیم. حالا چرا؟ واسه اینکه حرمت روحانیت از بین نره. روحانیت کیه؟ معلومه دیگه، علی گدا. علی گدایی که حالا واسه صفر کردن جای نعلین و سیمانکاری امامش سفارش کرده که همه بهش بگن امام خامنه‌ای. ضیافت افطار دانشجویان با امام خامنه‌ای. جمعی از دانشجویان با امام خامنه‌ای دیدار کردند. حالا که اینا اینجوری قرص امام انداختن بالا، میشه علت اون سوتی لاریجانی رو هم فهمید. یادتونه با چه من و منی گفت امام خامنه‌ای؟ طی این 3 دهه اخیر با جدیت ملت و با رهبری امام خامنه‌ای، خوشبختانه امام خامنه‌ای با رهبری هوشمندانه بله اینجوری هست.
قضیه دیگه خیلی بیخ پیدا کرده، کار به جاهای باریک کشیده. یعنی پس مذاکرات داره آخوندا رو اساسی پس میندازه. البته باند کوسه هم اون پشت مشتا مشغوله، هر جا پا میده توپخونه اکبر کوسه به کار میفته و یه نخود لوبیای نثار عظما و باندش میکنه. البته برای حفظ ظاهر انتر ولایت رو هدف میگیره که تیر ازش رد شه بخوره به خود ولایت. رئیس جمهور سابق با چنان شور و هیجانی از مدیریت جهانی و مسائل خرد و کلان جهان سخن می گفت که سینه چاکان پای منبر ایشان کمترین تردیدی به خود راه نمی دادند که تمام عالم هستی بر سر انگشت تدبیر و اراده ایشان می چرخد. بهانه به دست بدخواهان و دشمنان افتاده بود که قطعنامه پشت قطعنامه صادر کنند و به طور بی سابقه‌ای تناب تحریم ها را به گردن ملت ایران انداختند و هی فشار دادند و از این طرف به جای تدبیر فریاد برمی آمد که آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود. بوی قیچی کاری میاد رفقا. اینطور که پیداست بازم قرار جسم ناقص علیگدا بره تو اتاق عمل. بازم تیغ جراحیه و پای لنگ علیگدا. دوران پسا مذاکراته، یعنی دوران ولی فقیه بی امامه و بی ریش و بی دم و بی پا. این بزن و ببر راه و براه هل دادن نهایی کل نظام جنایت به دره تا کله پا شدن آخوندا تو گورشون ادامه داره.